امکانات ما خیلی محدود است در برابر فعالیتی که ما میکنیم. همچی یک رشته گزاف و پرمصرف را پیش گرفتیم و ادامه میدیم، امکانات ما خیلی ناچیز و اندک است. همین از عزم اراده و هدف والای خود ما است که تا فی الحال ادامه دادیم به فعالیت‌های خود، به از بودی شخصی خود، به مصارف خود رسیدگی میکنیم تا اینکه از هدف خود دور نمانیم. باری اول است که میبینم، ولی در کابل معمولا به صورت انفرادی برگزار میشه. با ناگاه ما میبینیم که به سرطان متداومی صورت میگیرن. تا هنوز شاهدی از این نبودم که کدام بنیادی، کدام سازمانی همشو یک برنامه ای را راه اندازی بکنن و مردم در او رسما اشتراک کنند. من خودم در امید بخش جوانان که از وقتی که شروع شده علاقه‌مند بخش شدیم که انشالله بانوانم بتونن در این بخش اشتراک کنن و خودم زیاد علاقه دارم.